ساکنان محله‌های نوبنیاد 14 و 15 شهر خوجند محلی جایگیرشوی محبس رقم 3 محبسی که در اینجا شورش سر زد میگویند که شنیدن صدای تیرپرانی در محبس و صدای بلند غلاغوله زندانیان آنها را خیلی سخت به اضطراب آورد. ساعتی دهنده آمداست که من آوازی آدم آوای شد. من گفتم اینجا یگان توی معرکه شده سو بچه ها برفتاستی اگم سانی تیرپرانی شد. تیرپرانی شدگی بود که خلپشکب صد دادگیستی اگم با آچریت شد автоматний آچریت سانی من میلیتیر زنگ زدم. شورش در محبس رقم 3 شهر خوجند تخمینا ساعت‌های 10 شب 7 و 8 نوامبر رخ داده است. یک 20 ماشینا میلیسیونرها اومدن همین که پرون تا همین پایان محله آوازش رفته کن. صبح روز 8 نوامبر که به محل حادثه نزد محبس رقم 3 رفتیم ما را نزدیک شدن نماندن و گفتند که رهبریت محبس و سرایاست اجرای جزاها در تاجیکستان اجازه ندادند که شهروندان عادی به محبس نزدیک شوند. ساکنان طلب کردند که همین محبس خانه از اینجا بردارند چون که اینجا اهالی ها آمده که چیز زیست که داشتن همون به همه میخواهد که 3 سال پیش هم همین خیلی حادثه شدگی بود. من بعد 3 سال من با همین حادثه روی داد آدم ها همه از فرزنداش خواتیر از همه خواتیر از شب 7 نوامبر تا حاضر نیمروز 8 نوامبر در محل حادثه و راه‌هایی که به زندان رقم 3 میبرد پاسبان‌های زیاد گذاشته شده است. به هر حال بعد یک روز به نظر میرسد که وضع در اطراف محل حادثه عادی شده است. سحر شد سحر برآمده بینم همه جا تینج و تینجی شد گفته ماهنام خاطرام جمع شد. در حال حاضر تنها نام و نسب یک نفر احسان یعقوبوف کارمندی ناظر محبس رقم 3 که در همون شب جای کارش حاضر بود و به هلاکت رسیده است و او را برای گرانیدن به محل زیستش ناحیه مسجد انتقال دادند معلوم است. یک ستاد تأسیس داده شده است و به آن نمایندگان مقامات شاملند و سبب‌های سر زدن این شورش و خساراتی که گفته می شود در نتیجه این خسارات جانی که این شورش در پی گذاشته است حالا مورد آموزش قرار دارد.